میزنم خفه نشین. به نظر من ساختن یک هلیکوپتری که اینجا مثلا 3 سال 4 لک روپیه مصرف کرده، والا من یک هلیکوپتر ساختم که چی؟ تو شرکت تولیدی داری، تو به جهان صادر میتونی، حیف وقتت، حیف پول کت 3 لک روپیه فامیلت 3 سال میچلید، تا 6 سال میچلید. تو چی جور کردی مثلا؟ یا ای برادر عزیز ما که رفیق ما است در محفلم بودیم، من دوستش دارم، به خدا ما برش در برنامه گفتم من شرکت کرده یا نکردم، ازش خواهش کردم، گفتم تو خوب سخنران هستی، رضا جان میگم، رضا احمدی را گفتم تو ترش از این موتر ساختم، بسیار خوب سخنران هستی که چی موتر جور کردی؟ امروز دنیای تو موترها جور کرده، موتر کتت گپ میزنه، سوچ میکنه پایین میشه بالا میشه، تو میشه تو میشه، تایرش تو میشه، ای تو چیزا مردم جور کرده. تو یک بادی جور کردی، خویره دی سرای غزنی برو، هر مستری را بگو یک بادی را میگیره سر 4 تایر میمونه، ماشین کرولا را بند میکنه بدوان. این چی شد؟ این نیست عزیز دل من. باز فرض مثال امیر ساختی، جهان فرمایش داد که 100 تا از این برنامه جور کنه، کجا جور میکنی؟ 3 سال منتظر میشینه جهان که تو یک تا جور کنی؟ حیف چند هزار دلار، 1 لک دلار مصرف کردی را بار کو ببر 1 لک دلار همینجا میگرفتی، مردم هم میگن که نشد، من همین یک تجارت دیگه میکنم، میگم برو من دفاعش میکردم. این کار بی ارزش بود عزیز دل من. ارزش همه قوه، همه انرژی و همه مصرف پول نداشت. بنان کار تولید کو، کاری که بو ارزش وقت و انرژی و پولتا داشته باشه. در غیر از او بعضی ها خود مصرف کرده بیهوده. این حمالی باربری است، خرابی است. 88 فرق بین دقت و وسواس موجود